سلام، من محمد مهدی کشاورزیان هستم و خوش اومدین به یک ویدیو جدید از کانال من. داخل این ویدیو قراره که به شما یاد بدم که چگونه مکعب روبیک خودتون رو به صورت تخصصی سرویس کنید و اونو از حالت سفت و خشک به حالت نرم و روان در بیارین. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. اول که چند تا وسیله نیاز داریم برای این کار. اول که اون مکعبی که حالا داخلش خیلی کثیفه مثل این مکعب من و میخواین تمیزش کنید. بعد یک پارچه که حالا ترجیحاً یکم نمدار باشه، یه دونه پیچ گوشتی 4 پخ متناسب با پیچای روبیکتون که حالا اگه اسپرینگاش حالا آچارش هم باید بیارین، و یه دونه روغن مخصوص روبیک یا همون لوب. خب بذارین من بزنم کنار. شیکات فعلا اول کار به مکعب روبیکمون نیاز داریم که میخوایم تمیزش کنیم و پیچ گوشتی. خب اول اینکه برای اینکه این مهره رو در بیاریم، میبینید که الان اصلا به راحتی در نمیاد و هیچ وقت نیاین اینو به زور بخواید در بیارید، چون مکعبتون خراب میشه و آسیب میبینه. یه دونه از مرکزها رو باز میکنیم، پیچ گوشتی رو میاریم و پیچ یه دونه از مرکزها رو کامل باز میکنیم و میشماریم که چند دور بوده، چون که بعداً توی بستن مجدد پیچ و تنظیم به درد میخوره و باعث میشه تنظیم به هم نریزه. من همینجور که دارم باز میکنم میشمارم. این پیچ رو تا حدی که این مهره در بیاد شل میکنم. حالا اینقدر فکر کنم کافی باشه. بله، حالا اینم در اومد که مشکلی نداره. خب حالا این مرکز رو میذاریم سر جاش و اینکه باید یادمون باشه کدوم مرکز بود که شلش کردیم. خب حالا پیچ گوشتی هم میذاریم کنار. حالا دونه دونه مهره ها رو در میاریم. حالا من ویدیو رو میذارم دورتون و مهره رو در میارم. خب حالا که این مهره رو در آوردیم باید اونا رو دسته بندی کنیم. حالا میام لبه رو جدا میکنم. مهره که دو تا رنگ دارن، دو وجهی هن، مثلا مثل این. اینا رو جدا میذاریم و این گوشه هم که سه تا رنگه جدا میکنیم. خب اینا رو که جدا کردیم میذاریم اینجا. این دو تا جا مونده. خب به این صورت اینا رو میذاریم یه گوشه. خب حالا پارچمون رو میاریم. پارچه ای که یه ذره حالا نمدار باشه بهتره، تمیزتر میشه مکعب. خب اول که اینا میذاریم کنار، بعدش حالا با محور شروع میکنیم. دونه دونه روی محور به این صورت میکشیم و همینطور داخلش. برای 6 تا مرکز این کار رو انجام میدیم تا قشنگ تمیز بشه. این تمیز شد. و یه نکته دیگه این که موقعی که محور رو باز میکنید و دارید تمیز میکنید، به داخل محور توجه کنید که یه وقت مو گیر نکرده باشه، مثل الان مال من. الان این قشنگ تمیز شد. یه ذره دیگه کثیفه من تمیز میکنم. حتما به این نکته دقت کنید که قشنگ مکعبتون تمیز بشه و حالت اولش باز کرده. خب این از این که تمیز شد میذاریمش کنار. حالا میایم بریم سراغ این گوشه ها. این سه گوش ها، اونه که سه تا رنگ دارن، اینا رو دونه دونه میبینید الان اینجاش سفید سفید شده. اینا رو تمیز میکنیم دونه دونه. خب حالا من این یه دونه نمونه تمیز کردم. حالا ویدیو رو تون میکنم و بقیه‌اش هم تمیز میکنم. اینم از شانس ماست، توی آمبولانس میقال دیوی داره دانس. این منه بالام واسم فرق نداره کجا، دکتر غیرش بده یکم برفت برام. گیجه 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 میخورم جلو جلو. خب من همه گوشه ها رو تمیز کردم به این صورت که میبینید و هیچ آشغال و کثیفی روی اینا نمونده. خب حالا اینا رو میذاریم کنار و میریم سراغ لبه ها.
یه دونه رو برای نمونه تمیز میکنم و بعد دوباره ویدیو رو میذارم رو تند و بقیه‌اش رو برای شما تمیز. به این صورت که هیچ آشغالی روش نمونه. حالا اینجا این داخل پارچه رو یه ذره اینجوری جمع میکنیم و میکشیم این داخل این صورت تا قشنگ تمیز بشه. بعدش هم این قطعه پایش. خب حالا ویدیو رو میذارم براتون و میرم ایامش رو تمیز کنم. خب همه مهرها رو تمیز کردیم. حالا میریم سراغ سرهم بندی. اول محور رو میاریم با اون مرکزی که اول کار پیچش رو کاملا شل کردیم که مهرها رو در بیاریم میگیریم بالا. حالا طبق این رنگا مهرها رو جا میزنیم. اول از مهره دوتایی شروع میکنیم. خب اول مهره که برمی‌داریم چرنگی سفید قرمز، پس باید بین مرکز سفید و قرمز قرار بگیره. به این صورت اینا قرارش میدیم بین مرکز سفید و قرمز به این صورت. خب حالا رنگ کنارش هم محور میذاریم. الان مثلا مال من سفید سبز به این صورت. حالا این دوتا رو که کامل کردیم میگیم بینش باید یه دونه گوشه قرار بگیره که چه رنگیه؟ سفید، سبز، قرمز. از داخل گوشه ها پیداش میکنیم و قرارش میدیم اینجا به این صورت. خب حالا میگیم این سفید، سبز، قرمز. حالا باید رو سر این گوشه بین مرکز قرمز سبز یه مهره دوتایی قرار بگیره که اینجاست. پیدا میکنیم و این هم جا میزنیم. به این صورت یه بلوک دو در دو میسازیم و حالا طبق این پیش میریم. الان مثلا اینجا سفید آبی میذاریم مهره دوتایی. خب میگیم الان اینجا چه گوشه میخواد؟ سفید آبی قرمز. پیدا میکنیم این هم جا میزنیم. خب حالا میگیم اینجا چی میخواد؟ قرمز آبی. پیدا میکنیم جا میزنیم. اینم حالا سراغ این بلوک آخر این چه رنگی؟ سفید نارنجی. بهتر که مکعب رو زمین قرار بدیم و به این شکل اینو بس کنیم. خب حالا دو تا گوشه بغلش رو جا میزنیم. سفید آبی نارنجی و سفید سبز نارنجی. خب حالا دو تا لبر شد آبی نارنجی و سبز نارنجی. به این صورت دو لایه پایین ما حل میشه. خب حالا میریم سراغ لایه آخر یا همان بالا. اول از زیرون گوشه شروع میکنه. میگیم زرد آبی نارنجی، پس رو سر لبه آبی نارنجی قرار میگیره به این صورت. نه از اول. حالا دو تا لبه بغلش رو میذاریم زرد آبی و زرد نارنجی به این صورت. دقت کنید که همون مرکزی که اول کار شروعش کردیم بالا هستش. خب حالا میام اینجا یه گوشه میذاریم زرد آبی قرمز. خب حالا اینجا لبه زرد قرمز میخواد. حالا میرسیم به سه تا مهره آخر. اینجا مهم اول باید دو تا گوشه رو جا بزنیم و بعد بریم سراغ لبه آخر. خب این اولین گوشه، این دومین گوشه به این صورت. خب حالا برای جا زدن لبه آخر مکعب میزنیم زاویه 45 درجه لایه بالاش و با دو تا انگشت اینو باز میکنم این دو بین
و اینو جا میزنیم داخل و مکعب ما سرهم میشه. اما کار ما تموم نشده. الان میایم اون مرکزی که شل کردیم و بالا هستش طبق دوره که اول کار باز کردیم و شمردیم میبندیم به این صورت. و بعد برای اینکه مطمئن بشیم دقیق طبق همونه اینجوری این دو لایه رو میکشیم و باید این دو طرف به یک اندازه از هم باز بشن با یه مقدار سفته. خب حالا تست میکنیم ببینیم گردش سطوش با لایه روبرویش یکی باشه. نه لایه روبرویش خورده سفته، پس من اینم سفته. خب ما میکشیم سفت‌تر میخواد هنوز. خب زیادی سفت شد. الان درست شد و حالا مرکز رو جا میزنم. حالا یکم میچرخونیم و ببینیم همه لایه‌های اندازه هستن یا نه. منظورم گردش ستون. بله همه لایه یک اندازه شل و سفت هستن. خب حالا میریم سراغ روغن کاری. دیگه با پیچ‌کوش تو این پارچه کاری نداریم، بذاریمش کنار. خب روغنمون میاریم که حالا مخصوص روبیک باید باشه و از روغنهای دیگه به هیچ وجه استفاده نکنید چون که مکعبتون رو خراب میکنه و روغن نزنید بهتر. خب در روغن رو باز میکنیم، روی یکی از سطوح انتخاب میکنیم و یک قطره میریزیم داخلش. البته بستگی به غلظت روغنتون هم داره. اگه غلیظ باشه نیم قطره هر طرف میخواد. الان من غلیظ نیم قطره این طرف میریزم یا یه قطره خیلی کوچیک. و اگه درست تر چون من خیلی غلیظه خیلی سخت در میاد. خب اینجا که ریختیم یک قطره هم این طرف دقیقا روبروشن. اگه اینجا بود میام اینجا یک قطره هم این طرف میریزیم. خب و یه ذره هم روی که از سطح مهرا به این صورت پخش میکنه و حالا به مدت 2 الی 5 دقیقه مکعب رو میچرخون که روغن داخلش قشنگ پخش بشه. خب من 2 دقیقه مکعب رو چرخوندم و الان این که تستش کنم میبینی که بسیار نرم شده و گیرش خیلی کم شد و تقریبا میشه گفت الان مثل روز اولش و واقعا خیلی نرم و روون شد. خب ممنون که تا اینجا این ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و بتونین مکعبتون از حالت خشک و سفتی که داره به حالت نرم و تقریبا مثل روزای اولش در بیارین. اگه که از این ویدیو خوشتون اومد و براتون کاربردی بود لایکش کنین و اگرم که به محتوای روبیک و اون علاقه دارین کانال من رو دنبال کنین و به ویدیوهای دیگر من هم سر بزنین. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.